سلام، من فاطمه شجاعی هستم، مشاور فروش محصولات کمپانی اوریفلیم سوئد و فارماسی ترکیه. اینجا اومدم تا داستان آشنایی خودم رو با این دوتا برند براتون تعریف بکنم. تو دوران دانشجویی از طریق یکی از دوستانم با محصولات اوریفلیم آشنا شدم و محصولات رو تا مدت‌ها از طریق ایشون تهیه می‌کردم و استفاده می‌کردم. از همون موقع عاشق کیفیت محصولات شدم، مخصوصا کرم دستای اوریفلیم رو خیلی دوست داشتم و تنوع بالاش رو. بعد از چند سال از طریق یکی از پست‌های اینستاگرام متوجه شدم که میشه با اوریفلیم همکاری کرد. با وجودی که خودم شغل اداری داشتم و مشغول به کار بودم، دوست داشتم در کنار کارم یه کار پارت تایمی داشته باشم که یه درآمدی هم داشته باشه و یه حالت فان و سرگرمی هم داشته باشه، از حالت خشک و اداری خارج بشه. بررسی کردم شرایط کار با اوریفلیم و دیدم که خب خیلی با اون روحیات من جورتره و اوریفلیم رو به عنوان شغل اصلی خودم انتخاب کردم. شرایطم اینطوری بود که میتونستی از محصولات کاتالوگ به قیمت خیلی پایین تر محصولات رو تهیه بکنی، مستقیم از سایت خرید بکنی. هم برای مصرف شخصی خوب بود، همین که محصولات رو وقتی با قیمت پایین تهیه میکنی با سود خیلی خوبی میتونی بفروشی و اینطوری کسب درآمد بکنی. تازه در کنارش یه سری جوایز هم کمپانی هر ماه به مشاوران میداد. تا مدت‌ها مشغول به این کار بودم. البته اینم بهتون بگم که این کار چالش‌های خاص خودش رو هم داره. مثلا همین اخیراً پیج اینستاگرام من با حدود 6 سال بود که روش کار می‌کردم و با 26k فالوور و حدود 2000 پست معرفی محصول از دسترس خارج شد. اما من هیچ وقت ناامید نشدم و با قدرت به کارم ادامه دادم، چون توی این مسیر هرچی بیشتر تلاش میکنی به رشد فردیت کمک میکنی و باعث میشه که درآمد خوبی کسب بکنی و در کنارش لایف استایلت رو ارتقا میدی که این آیتما برای من خیلی مهمه. از حدود 2 سال پیش با برند عالی فارماسی آشنا شدم. فارماسی یه برند تولید کشور ترکیه است، اما با استانداردهای اروپایی داره تولید میشه و حجم بزرگ بالایی از فروش بازار اروپا رو به خودش اختصاص داده. محصولات خیلی متنوع و بی‌نظیری داره و پلن درآمدزایی فوق‌العاده خوبی داره که در مقایسه با اوریفلیم خیلی سریعتر شما به درآمد و سوددهی میرسی و درآمدزاییش خیلی بالاتر از اوریفلیمه. و از تنوع محصول بگم، محصولات فارماسی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره. از محصولات مراقبت از پوست، مراقبت از مو، آرایشی، بهداشتی، مکمل‌های زیبایی، سلامت، تناسب اندام و لاغری و محصولات نظافتی، نظافت منزل، نظافت سطوح، نظافت رخت و لباس، ظرف و ظروف. خلاصه همه جور محصولی داره و خیلی تنوعش بالاست. خوشحالم که از طریق اینستاگرام و به واسطه این دو برند با شما آشنا شدم و میتونم تجربیاتم رو با شما به اشتراک بگذارم و این محصولات رو به افراد بیشتری معرفی بکنم تا ما بتونیم در کنار هم از این محصولات خوب و با کیفیت استفاده بکنیم. اگر براتون سواله که چجوری میشه با این برندها همکاری کرد و علاقه‌مند به همکاری با هر کدوم از این برندها بودی، حتما به هم دایرکت پیام بدین که کامل راهنماییتون کنم. راستی حتما توی کامنت ها برام بنویسین که شما چجوری با این برندها آشنا شدین. مرسی.